آنچه در این پادکست صوتی میشنوید مقاله است از امیر یحیی آیت اللهی، پژوهشگر ساکن آلمان در زمینه فلسفه و علوم سیاسی که با عنوان اصلی واپسین گفتگو در پاناما، دادخواست پادشاهی خیرخواه و انقلاب نوین ایران در فصلنامه فریدون منتشر شده. آقای آیت اللهی در این مقاله آورده است: آخرین مصاحبه محمد رضا شاه پهلوی در جزیره کندرا در برابر دیوید تراست بیگمان از زمره تلخترین، تکان دهنده ترین و همهنگام درخشان ترین سندهای تاریخ معاصر ایران است. این گفتگو 1 سال و 1 روز پس از ترک ایران و 75 روز پس از اشغال سفارت امریکا انجام شده. به گفته مجری شبکه خبری ABC، شاه ایران به کشتار توده ها و فساد متهم شده. دروغی که جنایت پیشگان شریک در انقلاب 57 آنقدر آن را تکرار کردند تا بدل به تصور عمومی از نظام پادشاهی شد. شاه پس از ترک میهن تنها همین 1 بار مصاحبه اختصاصی را با یک رسانه پذیرفت و به طرح دیدگاه‌های سیاسی خود درباره رخدادهای ایران پرداخت. اهمیت این گفتگو بیش از همه در شرایط تاریخی برگزاری آن است. اتحاد ضد شاه به پیروزی رسیده. شریکان سلطنت ستیز هنوز به طلاق 2 ایده انقلاب اسلامی و انقلاب مارکسیستی نرسیدند و همچنان در دوران ماه عسل مرگ بر شاه به سر میبرند. پادشاه هنوز زنده است و با وجود شکست ظاهری، بیماری، آوارگی و تهدیدهای جانی، با طمأنینه همیشگی و آرامش و قرار معهودی که همه از او به یاد دارند و از شرافت سیاسی محمد رضا شاه سرچشمه میگیرد، به بیان واقعیت برهنه‌ای میپردازد که کمتر از 4 دهه بعد ملت او به تمامی آن را دریافتند و چندین سال است ضد اتحادی به پا خواستند که بهروزی را نمیفهمید و تیر روزی را تقدیس میکرد. شاه در برابر شایعه دادگاهی شدنش در سازمان ملل به فهرستی از ناکارآمدی‌ها و بی‌کفایتی‌های این نهاد بین‌المللی از زمان اشغال لهستان و دیگر اشغال‌های نظامی مشابه، کشتار 1.5 میلیون انسان در کامبوج و مسئله پناهندگان ویتنامی اشاره می‌کند و سپس با طعنه می‌گوید اکنون البته با قدرت می‌توانند یک فرد بی‌دفاع چون من را به پای میز محاکمه بکشانند. در برابر سخن درست مصاحبه‌گر که زمزمه این دادگاه تنها بابت حل و فصل بحران گروگان‌های امریکایی است، پادشاه به حقیقتی اشاره می‌کند که تا همین امروز پس از 4 دهه و اندی همچنان گریبانگیر ایران و منطقه و جهان است. شاه در پاسخ و در تایید داوری فراست به روشنی انگشت اتهام را به سوی مخالفان خود نشانه می‌رود و به صراحت آنان را تروریست می‌نامد و میگوید که سازمان ملل پیش از هر چیز باید تکلیف خود را با این شکل از تروریسم مشخص کند که آن روزها میرفت تا به هیئت تروریسم دولتی درآید. شاه هشدار میدهد که اگر بتوان با گروگانگیری سازمان ملل را مجبور به کاری کرد، آنگاه تروریسم در جهان پیروز میدان خواهد بود. در تمام دهه‌های سپس‌تر جهان غرب و سازمان ملل با تروریسم آخوندی مماشات کردند و جز در موارد اندکی که به دادگاه‌های بی سرانجام کشیده شد، در بیشینه کردارهای جنایتکارانه جمهوری اسلامی همچون گروگانگیری شهروندان 2 تابعیتی و ترور مخالفان، بمبگذاری در خاک اروپا، نهایتاً خطاپوشی و به اصطلاح راه دیپلماتیک و گفتگو با تبهکاران را پیش گرفتند. دیوید تراست می‌پرسد آیا ممکن است روزی شاه به ایران بازگردد تا با این آدم‌ها رو در رو شود و تن به محاکمه دهد؟ شاه با قاطعیتی گواهی دهنده به وجدان آرام او چنین میگوید: این آدم‌ها خودشان چه کسانی هستند که بخواهند مرا محاکمه کنند؟ اینها کسانی هستند که در وهله نخست خودشان باید محاکمه شوند، اگر که ما یک جهان جدی داشتیم. اینها کسانی هستند که سازمان ملل نشست‌های آن و قطعنامه‌هایش را رد می‌کنند. به افکار عمومی جهانی هیچ اعتنایی ندارند و هر قانون بین المللی را بی حرمت می‌کنند. اینها کسانی هستند که مردم را قتل عام می‌کنند، اعدام می‌کنند، هزاران هزار تن را
بدون هیچ دلیلی به زندان افکندند. چه کسی قرار است اینها را به محاکمه بکشد؟ فراست میپرسد اگر شمار تمام کسانی که در دوران شما اعدام شدن را بخواهیم جمع‌بندی کنیم به چه عددی میرسیم؟ چیزی بین 1000 تا 15000 نفر؟ شاه پاسخ میدهد حتی این هم درست نیست. من یقین دارم زیر 1000 نفر. سالها سپستر روشن شد که کل اعدام‌های دوران سلطنت پهلوی با حدس تقریبی پادشاه مطابقت کامل داشته. در این گفتگو دیوید فراست به فهرستی از اتهامات مالی و جنایی ضد شاه و سلطنت پهلوی اشاره می کند. دشمنان شاه به جهان می گفتند که او 56 میلیارد ثروت داشته که 20 میلیارد را فقط خرج خودش کرده. وزیر خارجه وقت ابراهیم یزدی سپستر این رقم را به 6 میلیارد کاهش داده بود. شاه پاسخ داد من در شگفت خواهم شد اگر این جماعت 100 میلیون را بفهمند چیست، چه رسد به 6، 20 یا 50 و اندی میلیارد. ارقام اتهامات مالی و ارقام اتهامات جنایی ضد آخرین پادشاه ایران در دروغ بافی بی آزرم پهلوی ستیزان به یکدیگر تنه می زدند. شاه متهم شده بود که در 15 خرداد 1342 100,000 نفر را کشته. شاه پاسخ داد آیا این جماعت می دانند 1000 نفر به چه معناست؟ چه رسد به 100,000 نفر؟ دیوید فراست میپرسد احساس شما از این اتهامات چیست؟ شاه پاسخ میدهد خنده‌دار است. حتی نمیتوانم بگویم تهوع‌آور. این جماعت نمیدانند شمارش چیست. شمار اندک اعدام‌ها ظرف 53 سال، یعنی از آغاز سلطنت رضاشاه تا رخداد انقلاب اسلامی، با لحاظ شرایط سیاسی اجتماعی ایران ما بین 1925 تا 1979 میلادی و نیز دوران جنگ مسلحانه اپوزیسیون ضد پادشاهی و ترورهای انجام شده همگی بر یک نظم سیاسی مسالمت‌جو گواهی می‌دهند. آن هم در بازه‌ای تاریخی که جنگ دوم جهانی و در دهه دوم این پادشاهی رخ داده و ظهور فاشیسم در اروپای مهد تمدن کنونی به ارتکاب جنایات بیشمار و شگفت‌آور انجامیده بود. آنچه انقلاب لیبرال و ملی این روزها را از انقلاب 57 و رهبران جنبش سبز و نه بدنه رادیکال آن خیزش جدا می کند، یکی خواست پایان دادن به ایدئولوژی‌های انسانستیز خلقی اسلامی و دیگری اعاده حیثیت و بازشناسی ارزش نظام سلطنت از یک سو و خود خاندان پهلوی از سوی دیگر است. از این رو نیروهایی که هنوز به انقلاب ویرانگر پادشاهی ستیز افتخار می کنند یا می کوشند چهره‌های تمام شده و بی اعتبار خمینی پناه را زنده کنند، هر دو از این انقلاب سازنده بیگانند و از آینده سیاسی ایران جا خواهند ماند. چنانکه در ادامه می آید شاه اتهاماتی را که جبهه شر ضد او نشر می داد حلقه ای از زنجیره ایران ستیزی مخالفان سلطنت می دید و درباره آن زنهار میداد. انقلاب لیبرال در همین 3 ماه بارها و بارها خواست پایان دادن به بیراهی 57 را با همبستگی ملی و فریادهای میهن پرستانه مردم به جان آمده از 4 گوشه ایران نشان داده. شاه در این گفتگو تاکید می کند که در دوران حکمرانی او کوشش می شد تا ایران با نابترین دموکراسی ها سنجیده شود و به این هم بسنده نشود، بلکه از سلطنت او تصویر یک حکومت خونخوار ارائه شود. ولی اکنون که مردم او دارند در خیابانها قتل عام می شوند، به ناگاه همه از ضرورت درک این جانیان و گفتگو با آنان داد سخن سر می دهند. اجازه بدهید این آدمها را بشناسیم. اجازه بدهید دیالوگ کنیم. این فراز چکیده و اساره آن چیزی است که بر ماته این 14 و اندی رفته. اهمیت تئوریک این فراز در نقد سیاست جهانی آنجاست که شاه آشکارا میگوید که این مماشات با جانیان جانشین شده به جای او به طور مشخص و به ویژه از سوی دولت‌های لیبرال غربی در پی گرفته شده. تأملات خاورشناسانه اندیشمند برجسته برنارد لوئیس
بر این حس سیاسی سالم و ژرفنگر پادشاه ایران مهر تایید می‌زند. چنانکه لوئیس نشان می‌دهد، لیبرالیسم غربی با جهل به سازوکارهای تاریخی سیاست‌ورزی در خاورمیانه و با تحمیل پروژه مدرنیزاسیون سیاسی بدون لحاظ زمان و زمینه و در نتیجه برهم زدن توازن سنتی نیروهای سیاسی در این خطه دستاورد وارونه‌ای برمغان آورد. برانداخته شدن چندین پادشاهی خاورمیانه در نیمه نخست قرن 20 از مهمترین پیامدهای این تحمیل مدرنسازی سیاسی بود که پیایندی جز نابودی رویه‌های درونی تمشیت امر سیاسی در خاورمیانه نداشت. رویه‌هایی همچون مشروعیت قانونی در نظم سنتی که حرص دستیابی به بالاترین جایگاه سیاسی را با سازوکارهای درونی نظام سلطنت و از راه جانشینی قانونمند و نه دستاندازی زورگویانه به قدرت التیام می‌بخشید. افزون بر این، حلقه‌های میانجی قدرت در سیاست سنتی اغلب همانند نیام و غلاف مانع می‌شد تا لبه تیز قدرت سیاسی به آستانه نقض فاحش حقوق اهالی سرزمین برسد. آمیزه این رویه‌ها نشان می‌داد که پادشاهی به عنوان یک نظم دیرینه سیاسی توانسته در خلال سده‌ها کم و بیش دو مسئله سویه اخلاقی و سویه قانونمندی قدرت را سامان بخشد. یعنی نظم سلطنتی از یک آگاهی درون بود برخاسته بود و میان غصب خودسرانه و کرانمندی قدرت، یعنی نشانه‌گذاری محدوده های آن، فرق قائل بود. پادشاهی های خاورمیانه درست بدین سبب در برابر انقلاب های خشونتبار سده گذشته آسیب پذیر بودند و یکی پس از دیگری فرو پاشیدند که اتفاقاً به نحوی چشمگیر توانسته بودند گونه‌ای حکومت قانون و سازگار با ویژگی‌های هر سرزمین را برپا کنند، به غصب خودسرانه قدرت پایان دهند و چیدمانی از مشروطیت سیاسی را بنیان نهند. با این حال، آغاز سلطه ایدئولوژی‌های مدرن مانند فاشیسم و مارکسیسم بر اذهان خاورمیانه‌ای، مسخ منظومه باورهای سالم میهن‌پرستانه به ایدئولوژی‌های تهاجمی ناسیونالیستی همچون ناسیونالیسم عربی و در نهایت سیاست ناآگاهانه غرب بر صدور شتابان دموکراسی همچون کالای بدون لحاظ زمینه و پیش نیازهای آن منجر بدان شد تا برتری‌های اخلاقی و هنجاری و اصلاحگری‌های ساختاری و بوروکراتیک نظام پادشاهی به نقاط ضعف آن دگرانده شود. مداراگری سلطنت همچون رخنه‌ای جلوه کرد که سیل ویرانگر ایدئولوژی از آن نفوذ کرده کل ساخت سیاسی را واژگون کند. جمهوری‌های جنایت پیشه‌ای که جایگزین این پادشاهی‌ها شدند، نه تنها هیچ یک از برتری‌های درونزای سلطنت را نداشتند، بلکه زیانمندی‌های نوپدید با خود به همراه آوردند. بدینسان جمهوری‌های تهاجمی برآمده از انقلاب‌های ضد سلطنتی هر دو سنجه عدالت و آزادی را به هشدار دهنده ترین مراتب تنزل دادند. و این یعنی جمهوری هایی که در روند مدرن سازی ارتش‌های خاورمیانه اغلب با کودتاهای نظامیان جایگزین نظام‌های سلطنتی شدند، ستم افسار گسیخته و اسارت مردمان را به جای داد و آزادی برمغان آوردند. این گونه است که وضعیت اکنون خاورمیانه با نگاه به یک سده پیش از آن به مراتب بدتر و حتی غیر قابل قیاس واگذشته است. نمی بایست فراموش کنیم که ارتش ایران با وجود تجهیز بی سابقه و دستیابی به مرتبه یکی از توانمندترین ارتش‌های جهان تا پایان ارتش شاهنشاهی بود، به نظم سلطنتی وفادار ماند و در نهایت از کشتار مردم پرهیز کرد. ارتش بنیان نهاده شده توسط سلسله پهلوی نه ضد پادشاهی کودتا کرد و نه ضد مردمی که دانسته و ندانسته با سکوت یا با شعار به سرنگونی همان پادشاهی یاری رساندند. از این رو یکی از نادرست‌ترین و نامنصفانه ترین نسبت‌هایی که به پهلوی دوم داده می شود و به اصطلاح در مقام توصیف سیستم آن را به نامربوط ترین شکل ممکن داوری می کند، دیکتاتوری نظامی است. چرا؟ چون لابد پادشاه مملکت همزمان یک سرباز وطن بود و ایران ارتش میهن پرست و مسالمت جویی داشت که هنگام بحران سیاسی مداخله نکرد.
به واقع ارتش شاهنشاهی ایران یکی از نادرترین نمونه‌های نظامیگری مدنی و متمدنانه بود. شوره‌زار ایدئولوژی در دهه‌های 40 و 50 شمسی علی‌رغم کوشش‌های همه‌جانبه شاه و نخبگان پیرامون او در توسعه علمی و فرهنگی ایران به فرجام تمامی دستاوردهای میهن از آغاز انقلاب پیوندگرای مشروطه را با یک انقلاب گسستگرای ایدئولوژیک برباد داد و به نام آزادی چندین نسل را به اسارت گرفتار کرد. سرآمدان نسل شاه ستیز از مواهب سلطنت بیشترین بهره را بردند تا بر پایه ایدئولوژی‌های انسان ستیزانه یک ایران از ریخت افتاده و باژگون را برای جهانیان رونمایی کنند. سرزمین آبادانی که از روز خروج شاه از میهن و با چیرگی آمیزه‌ای شوم از کینه‌توزی و خیال پردازی رو به ویرانی نهاد. ایران فقط برای بن اسلامی انقلاب 57 حکم طعمه و غنیمت جنگی نداشت، بلکه بخشی از بن غیر اسلامی آن شورش کور تا همین امروز و به شگردهای گوناگون کوشیده تا مردریگ آن همدستی تبهکارانه را حفظ کند، چرا که در این همداستانی حداقل پای منافع ایدئولوژیک مشترک و نفرت‌های یکسان در میان است. چرخش مابقی کنشگران، سیاسیون و اصحاب رسانه در غرب یا همان متحدان حقوق بشری شر به سوی دوگانه کاذب میان روها، تندروها پس از مرگ روح الله خمینی بر درستی نگاه نگران پادشاه به صحنه سیاسی ایران در آن مصاحبه شهادت دوچندان می‌دهد. تأکید دنیای متمدن بر مماشات با توحش و پافشاری آنان بر امر ناموجودی چون حق انتخاب پای صندوق، آن هم ذیل حکومتی که حق حیات را با گورهای دست جمعی به سخره گرفته بود، نقشی نداشت مگر ترجمه غرب پسند تأکیدات ولی فقیه بر تکلیف شرکت در انتخابات تا به افکار عمومی باخت در زمین چنین وانمود کنند که ایران با جمهوری اسلامی در مسیر دموکراسی قرار گرفته. کارکرد هر دو روایت گرم کردن تنور نمایشی بود که در پس پرده های آن خون 10,000 بیگناه دلمه بسته بود. در روزهایی که همه گروه‌های خلقی و چپ تمام قد پشت اقدامات خمینی در حذف نشان شیر و خورشید از سپهر عمومی جامعه ایستاده بودند و با ساده سازی‌های ایدئولوژیک تاریخ ایران را تاریخ ستم جا می‌زدند، شاه برای نخستین بار به اراده خطرناک روح الله خمینی بر حذف تاریخ ملی، وارون نمایی گذشته و تصفیه اذهان و اعیان از نمادها و رسمهای کهن ایران زمین هشدار داد. او گفت در پندار خمینی تاریخ ایران با شخص خودش از بهمن 57 آغاز شده. از دید خمینی تاریخ ایران و هر آنچه پیش از قدرتگیری او وجود داشته باید محو شود. بدین رو بود که شاه حجم کینه‌توزی ضد خود را نه امری تنها شخصی که فرانگرانه آن را پاره‌ای از یک نفرت ایدئولوژیک مرگبار و بسیار گسترده ضد ایران و تاریخ و نمادهای میهن می‌یافت. شاه به درستی در می‌یافت که این کینه‌توزی تنها به فرد او باز نمی‌گردد، بلکه او را به عنوان یک شاه آماج تهمت و نفرت گردانده، چرا که ستیز اصلی با بنیان پادشاهی و تاریخ این سرزمین است. شاه گفت خمینی باور دارد چیزی به نام تاریخ ایران وجود ندارد و گذشته این سرزمین حتی یک پادشاه خوب به خود ندیده. شوربختانه این نگاه ساده ساز و ابطالگر به تاریخ ایران میان رادیکالیسم آخوندی و چپ همانند بود و پیشاپیش زمینه تئوریک کافی برای حمایت از تبهکاری‌های خمینی از سوی این گروه‌ها وجود داشت. اکنون جهان پس از 14 و اندی به نظاره انقلاب نسل نوینی نشسته که 6 سال پیش در گرد همایی پاسارگاد برای نخستین بار گفت ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست. و در این هفته‌های خونین با فریادهای می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم و من کاوه آهنگرم
تا به ستم نیاورم، آشکارا خواست ملی ایرانیان برای بازگشت از بیراهه انقلاب شاه ستیز را به نمایش گذاشته. در دورانی که مهدی بازرگان در مصاحبه سراسر شرماورش با اوریانا فالشی مدعی میشد آنان که از ایران میروند یا برای تجارت و تفریح است و برمیگردند یا طاغوتی و بورژواهای ترسو هستند، شاه ایران به دیوید فراست میگوید که آینده تاریک میهنش از همین امروز مشاهده پذیر است. شاه گفت 1.5 میلیون نفر از ایرانیان کشور را ترک کردند، نه فقط افراد ثروتمند، بلکه بهترین مغزها و بهترین ذهنهای کشور همگی میهن خود را ترک گفتند. هر کسی که توانش را داشته باشد در حال ترک ایران است. حال همه آن افرادی که در کانون وکلای دادگستری و جاهای دیگر به مردم وعده دموکراسی میدادند، امروز کجا هستند؟ شاه در همین گفتگو تاکید می‌کند که یک میهن پرست باید نگاهش معطوف به آینده باشد و سپس با سخنانی همه فهم و منطقی نشان می‌دهد که چگونه ایران با آن انقلاب ویرانگر به رده‌های پایین رتبه بندی توسعه در آغاز سده 21 فرو خواهد افتاد. شاه گفت نزد خمینی کشور و آینده آن اهمیت ندارد. یکی از ویژگی‌های درخشان انقلاب لیبرال و ملی این روزها همین است که ریشه‌های تباهی و سرآغاز سقوط ایران را به درستی تشخیص داده. از همین روز که دانشجویان و حتی دانش آموزان یک صدا فریاد می‌زدند نخبه هامونو کشتند، آخون به جاش گذاشتند. آن را در کنار همبستگی ملی تجلی یافته در سنندج، زاهدان، چشم و چراغ ایران و شعارهای میهن پرستانه همچون پشت به دشمن، رو به میهن و دشمن ما همینجاست، دروغ میگن امریکاست، به دادخواستی ضد ایدئولوژی باوران 57 بدل کردند. یعنی آنان که از فراهم آوردن امکان تغییر سیاسی از سوی شاه به براندازی نظام پادشاهی برخاستند، آن هم به قیمت انهدام امر سیاسی در ایران، یعنی سیاست شناسی، سیاست ورزی در راستای حکمرانی بهینه و خیر همگانی. پادشاه در چند فراز درخشان از گفتگو به تصویرگری آینده‌ای می‌پردازد که از دید واقعیتمندانه او چیزی جز حسرت گذشته نبود. تاریخی که شاه برای دستیابی ایران به یک رتبه درخشان بین المللی با فرض عدم وقوع انقلاب ضد سلطنتی تخمین می‌زد، درست 1.5 سال پس از جنگ خانمانسوز ایران و عراق است. جنگی که در مجموع 8 سال به درازا کشانده شد و 33 سال پس از آن نیز به صدور هرچه سیستماتیکتر تروریسم، سرکوب بیرحمانه مردم و تاراج افسار گسیخته ایران سپری شد. شاهنشاه به مخالفانش که آن روزها هنوز سرمست و سرخوش از سرنگونی تاج و تخت بودند و در چاپ بیانیه خطاب به رهبر عظیم الشأن انقلاب از یکدیگر پیشی می گرفتند، حقیقت تلخی را یادآور می شود که جز تنی انگشت شمار از نسل شاه پرورده ناتوان از خودنگری تاریخی و پذیرشان بودند. شاه گفت بازندگستی این کینه توزی مرگبار نه سلطنت یا من که میهن و خود شما و فرزندانتان خواهید بود. اینجاست که شاه سنجشگرانه میپرسد چه چیزی با این انقلاب ویرانگر به دست آمده؟ دین، دموکراسی، حقوق بشر، حاکمیت مردم؟ فرجام انقلاب کینه توزانه ضد او چیزی نبود مگر بی حرمتی به گذشتگان، نابودی اکنونیان و نفرین آیندگان. محمد رضا شاه پهلوی به عنوان یک ایرانی متمدن مسلمان با فهم سالم سیاسی خود که آن را به ترتیب از پدرش رضا شاه کبیر و انقلاب دین جداخواهانه مشروطه توامان به ارث برده بود، همواره نهاد دین را از نهاد سیاست دور نگاه داشت و از اساس نگاه او به اسلام و دین از یک معنویت مداراجویانه سرچشمه می گرفت.
سیاستبازانی که دین را غایت کردار خود باز می نمایانند، فارغ از استعداد هر دین خاص بهر بهره‌کشی سیاسی، با ریاکاری و خودویرانگری اتفاقاً دین را ابزار درندخوترین اغراض سیاسی قرار می دهند. درست مانند ایدئولوژی هایی که خلق یا کارگر را ابزار منویات سیاسی و برکشیدن تمامیت خواهانه ترین رژیم ها کردند. شاه در این مصاحبه همچنین رتوریک اسلام ستایانه غرب را برای پرده پوشی جنایت های در جریان به سخره می گیرد. اسلام بیمانند است و بگذارید با جانیان دیالوگ برقرار کنیم دو روی یک سکه است. ایمان ورزی شاه به مخاطب می گفت که این آدمکشی ها خلاف اسلام است و سیاست شناسی او هشدار میداد که غرب روی کردی دو چهره و ریاکارانه در برابر جنایت هایی که در ایران آغاز شده در پیش گرفته. ایمان شخصی شاه هرگز سد راه زیست ایرانی نشد، بلکه برعکس سلامت باورهای او شکوفاترین دوره تاریخی ایران را آفرید. کوشش و اعتقاد شاه این بود که اسلام را به یک دین مدنی و سازگار با هویت ایرانی بدل کند. قصد پادشاهی پهلوی آن بود که دین را در دوران حکمرانی این سلسله به نحو بوروکراتیک و دیوان سالارانه مدنی کند، اما گفتار مدنیت و بازشناسی و پذیرش انگاره شهروندی در تشیع پا نگرفت و با برآمدن خمینی و سردادن نغمه ولایت سیاسی فقیهان و سپس زمینه آماده تصاحب کشور، مجموعه روحانیت شیعه و نهاد دین در ایران به یک قمار بزرگ و مرگبار سیاسی دست یازید. رشد رادیکالیسم در نهاد تشیع به گردن سلطنت نبود و رادیکال های چپی که متاع خود را از سوی جامعه ایران بی مشتری یافتند و دست به دامن رادیکالیسم شیعه شدند، پیش از هر کس باید پاسخگوی برآمدن آخوند سالاری می بودند. فراموش نباید کرد که انسانها به خودی خود گرایش به دین دارند، چنانکه روسو در سرآغاز بحث خود از دین مدنی به این واقعیت اذعان دارد. آدمیان در اصل جز خدایان پادشاهی و جز خدا سالاری حکومتی نداشتند. کسانی که در دوران جنگ سرد با همراهی پروپاگاندای بلوک شرق شاه ایران را به عنوان دست نشانده امپریالیسم به افکار عمومی ایران و جهان معرفی کردند و در بزنگاه تاریخی جز اقتدا به یک ارباب دین و دعوت طبقه متوسط شهری به پذیرش رهبری سیاسی او راهی برای پیروزی نیافتند، مسئولیت نخست آن رخ داد و سوء استفاده از مردم ساده دل و خداجوی ایران را بر دوش دارد. با این حال چپ شاه ستیز به جای پذیرش شکست سیاسی خود به خوی شیعی مظلوم نمایی روی آورد. مدعی وجود بن دموکراسی خواه انقلاب 57 شد و فریاد سرقت انقلاب سر داد. افزون بر این با وارون نمایی و چرخاندن صحنه قتل مدعی شد که شاه مسئول برآمدن آخوندها بوده، چرا که او دموکراسی خواهان یعنی خود آنان را سرکوب کرد و به روحانیت شیعه باج داد. اینکه اینان از اصل و اساس دموکراسی خواه نبودند. روحانیت شیعه در دورانی که شاه قدرتمند بود هرگز یارای سیاستگردانی نداشت و شاه از 15 سال پیش از آن رویاروی خمینی و پیروان او ایستاده بود. هیچ کدام به چشم مخالفان قسم خورده پهلوی نیامد. به یک بیان ساده و کوتاه، داستان انقلاب ضد سلطنتی چنین است: تمامیت خواهی خلقی بابت شراکت و اشتراک سیاسی به تمامیت خواهی شیعی پناه برد و قتلگاه خودش، میهن و هم میهنانش را برپا کرد. شاه در این مصاحبه ضمن یادآوری سیاست فضای باز یا لیبرال سازی سیاست که هدفی جز تشکیل یک دولت ملی نداشت، تا بازنمای تمام گرایش‌های سیاسی و به ویژه مخالفان او باشد، اپوزیسیون ضد پهلوی را استیضاح می‌کند و دردمندانه می‌پرسد: نیروهای سیاسی متفاوتی که در پی تصمیم من در باز کردن فضای سیاسی در جامعه رها شدند و وعده دموکراسی می‌دادند، اکنون کجایند؟
آیا دوست خمینی هستند؟ مخفی شدند یا از مملکت گریختند؟ دست کم 1 دهه است که نسل پس از انقلاب اسلامی هر روز بیشتر و بیشتر نه تنها به نقد که به درستی به تخطئه و استیضاح مخالفان شاه می‌پردازند. این سیل سرزنش که چیستی و چگونگی انتخاب آن نسل ضد سلطنتی را در آن گردنه نفسگیر تاریخ نفی و ارزش زدایی می کند و ایستنگاه فکری و موضع سیاسی آنان را مردود می شمارد، به واکنش‌های احساسی و تند و بدتر از همه بازگشت به خاکریزهای ماقبل پیروزی آخوندها انجام میده. کسانی که مورد این پرسش ساده و سرنوشت ساز قرار گرفتند که چرا یک نظم خیرخواه و یک نظم دهنده نیکندیش را با چیدمان شر و یک شرور معمم تاق زدید، در برابر به جعل مفاهیمی طی این سالیان دست بردند که فارغ از سستی تئوریک بر ساخته هایشان تنها یک معنای روشن و محصل دارد: خوب کاری کردید. سرسختی نسل ضد سلطنتی بر درست نمایاندن نادرستیشان همانقدر تکان دهنده است که انتخاب آن روزشان و تاق زدن ایران با ایدئولوژی های آرمان شهری که فصل مشترکی جز دشمنی با پادشاهی به عنوان گرانیگاه منافع ملی نداشت. تحقق جامعه بی طبقه توحیدی یا مارکسیستی تنها از مسیر نابودی دستاوردهای پادشاهی می‌گذشت. یعنی بیش از هر چیز نابودی سرمایه‌داری نوگرایی که خردمندانه به آمیزش با سیستم حمایت اجتماعی انجامیده بود و در جای خود بستر رشد بی‌بدیل اقتصادی، توان نظامی، توانمندسازی زنان و امکان بخشی به سبک‌های گوناگون زیست دینی و جنسی و فرهنگی شده بود. حقیقت تاریخی مکتوم که با یکی از شدیدترین پروپاگانداهای معاصر برای دهه‌ها وارون نمایی شد، آن بود که درست برخلاف سیاست مماشات غرب با رژیم برآمده از انقلاب اسلامی تحت گفتار ایران در مسیر دموکراسی، تنها در دوران پادشاهی پهلوی بود که ایران با توسعه علمی و فرهنگی و روابط سازنده بین المللی در حال تمهید زیرساخت‌های دموکراسی و گشودن درهای سیاست به عموم بود. شوربختانه زمانی که شاه درها را گشود، مخالفان او به جای مشارکت سیاسی کمر به انهدام سیاست بستند، چرا که تصور آنان از امر سیاسی نخست هیچ پیوندی با وطن نداشت و متورم از آرمانهای جهان وطنی بود و نیز واژه آزادی در ذهنیت شاه ستیز هر معنایی داشت جز دموکراسی و حکومت قانون. این حقیقت در خیزش لیبرال سالیان اخیر که به فرجام با اسم فرخنده ژینا به عنوان یک انقلاب در چشم جهانیان رسمیت یافت، هرچه بیشتر خود را در فریادهای پیر و جوان و به ویژه رفتارهای نسل نو نشان می‌دهد. از شعارهایی که انقلاب لیبرال را نه در ادامه آن انقلاب ایدئولوژیک که نفی و دفن آن میراث شوم فلاکتبار می‌داند، تا شعارهای همدل با خاندان سلطنتی که بر تارک آن شعار ملی رضا شاه روحت شاد می‌درخشد. آنچه سبب شده تا ذهنیت شاه ستیز و بازنده توان رویاروی صادقانه با طیفی به گستره 10 میلیون ایرانی را نداشته باشد که حتی شاه و دوران شاهی را به چشم ندیدند، بیش از همه به چگونگی پیروزی زود هنگام و کوتاه آنان باز می گردد. انقلاب ضد سلطنتی پیروز شد چون شاه عرصه را گشود تا مخالفانش عیار خود بنمایانند و آنان نیز چنین کردند. در تمامی این دهه‌هایی که از آن مصاحبه تاریخی می‌گذرد، بزرگترین اشتباه اتحاد ضد شاه و نیز حامیان جمهوری اسلامی در غرب آن بود که بنا را بر این گذاشتند که مردم ایران در نادانی منجر به انقلاب 57 باقی خواهند ماند و تا ابد می توان دیونمایی از محمد رضا شاه و نظم پادشاهی را ادامه داد. از اتفاقات فرخنده این سالیان بی‌آبرویی هرچه بیشتر این طیفی است که آن دوران با مینیجوب در خیابان‌های تهران ضد شاه شعار دادند و سپس تمام عمر به غربی‌ها مشاوره دادند که یا روسری یا توسری فرهنگ ایران است و از دل دموکراسی‌های باخت در زمین
هنوز کمیابیش هم قسم آخوندها و شراکت سیاسی ضد سلطنت هستند. دیوید فراست در فرازی تکان دهنده از گفتگو میپرسد: آیا زمانی بود که در خلوت خود بگویید باید کشور را ترک کنم؟ من در این نبرد پیروز نخواهم شد. پاسخ شاه تلخ و دردناک است، درست به سان تلخی و دردی که چندین نسل از ایرانیان آن را زیستند. شاه گفت: پرسش این نبود که فکر کنم وقت رفتن رسیده. در عوض به این فکر میکردم که میدانید گویی پایان چیزی فرا رسیده. پایان من، پایان یک دوره، پایان چیزی. آزمون عبرت آموز واگذاری بیشینه اختیارات شاهانه که با بحران نابخردانه مصدق در 1332 پایان یافت، این نتیجه را در پی داشت که ایران به مدت 25 سال ذیل یک سالاری خیرخواه به برترین سنجه‌های توان علمی و فراهم‌آوری زیرساخت‌های یک سرزمین توسعه یافته برسد. وانگهی لیبرال سازی سیاست به عنوان واپسین مرحله از دستیابی به یک دموکراسی پایدار توسط شاه ستیزان بدل به نقطه سقوط ایران شد و پادشاه نیز تنها بدین سبب میهن را ترک گفت که از ژرفای جان باور داشت که شالوده پایدار یک سلطنت و تاج و تخت نمیتواند بر پایه کشتار و خونریزی باشد. او آنسان به حقانیت مردم باور داشت که در برابر پرسش تلخ دیوید فراست از اینکه آیا پادشاه مردم خود را قدر ناشناس یافته، با لبخندی آرام و حزین این گفتاورد را بازگو می کند که ناسپاسی حق ویژه مردمان است. به فرجام نمیتوان نادیده گذاشت که سخن پادشاه مبنی بر نوع داوری نسل‌های آینده درباره دوران سلطنت او یک سر تعبیر شد. شاه گفت حقیقت و واقعیت تاریخ را نمیتوان برای همیشه پنهان نگه داشت. به هر روی حقیقت دیر یا زود آشکار خواهد شد. شعارهای بی سابقه و همدلانه با پادشاهی پهلوی در این سالیان و از جمله در همین ماهایی که از انقلاب لیبرال ایران می‌گذرد و فریادهای جاوید شاه نسل جوان از زاهدان تا تهران بیش از هر چیز حقانیت سخن پایانی پادشاه را خطاب به دیوید فراست اثبات می‌کند، آنگاه که می‌گوید خلع یا کنارگیری از مقام سلطنت در واژگان پادشاهی وجود ندارد. شاه خلع نمی شود مگر در مواردی بسیار استثنایی که مجلس مؤسسان شاه دیگر یا خاندان سلطنتی دیگری را جایگزین کند، یا چنان که پادشاه با لبخند کنایه‌آمیز ادامه می دهد سر از تنش جدا کنند. با نگاهی دوباره به این روزهای سرنوشت ساز ایران می بایست گفت که نسل ژینا و سارینا و نیکا و خدانور و کیان با شگفتی ناباورانه و پراندوه پادشاه همدل است که من همچنان نمیتوانم بپذیرم که ایرانیان با ذهنیت درخشان و استعداد تاریخیشان این گونه خودکشی کنند و بخواهند سیر قهقرایی به 1400 سال پیش را برگزینند. زین روست که اکثریت خاموش نسل آن روز فضای باز سیاسی را به سادگی جهنم کرد و اکثریت خروشان نسل امروز از دل جهنم فضای باز سیاسی را با خون خود می آفریند. با وامگیری از تلخ گویه محمد رضا شاه پهلوی شایسته است آتیه‌ای را که این نسل درخشان با جانفشانی و دموکراسی که با پیشکش برناترین زندگی ها رقم می زند چنین روایت کرد: درخشش چیزی، درخشش پادشاه، درخشش یک دوران.